بچه ها زنگی در است. در را کشاید. در را کشاید. من بکشایم بابا. چی گپ از خانم میلیست؟ ای وای سوختیم و دست افتادیم دومونو. چی گپ از یگان کار شد؟ شما اینجا چیکار میکنید؟ یادت کردم گوشوارتان افتید است و شما برگردانم. دامونو مگر وقتی همین است؟ زود روید از اینجا، زودتر روید. با کجا روم خانم میلیس؟ چرا مرا تیله میدهید؟ روید در حجره پاسبان این پنهان شوید. چی؟ کدام پاسبانی؟ دامونو دوید گفتم کجا میدوید؟ مردک بس میپراند به خدا. خاموش باش. سردارم ایستید به خدا این کارو نکنید. بابا اکرم میپراند به خدا قسم میخورم که میپراند. سرم من با دورا گم میزنم. سردارم بابا اکرم سنایپر داره وجدان ایشانی از این میبرم میپراند. گپا بفهمه بچه. چیز شب شدن گیرد. یک طرف ایستو خلاص نمیشه. دست خیلی تلکنیه. اکرم نلی کارو نکن. میلیس چی گپ است؟ دامونو دوید گفتم. کجا میریم خانم میلیس؟ شما چیکار میکنید؟ ایستید است برای خدا. دامونو شما باید به داخل درآیید لطفاً. خواهش میکنم. برای چی ما باید به داخل درآییم؟ برای چی ما از این آدم‌ها میگریزیم؟ چی گپ است داخل؟ دامونو لطفاً درآیید. سردارم زنگ رو نزنید. لینجا ما ببینید در 2 دقیقه چی خراب شد. خاموش باش. دستک نزن. نامرد باشه زنده باش. من رفتم پلا داخل. که این زنگ رو میزند. میلیس در رو میکشویم گفته اما در اطراف نیست. برو جیزم. تمام آمدم. میلیس دخترم. چی اینقدر زنگ رو میزنید؟ بابا اکرم سودی خوبی؟ تو در اینجا چیکار میکنی بی‌ناموس؟ گوش کنید جناب اکرم. من به شما یگان کار ندارم. من زهرا را دیدنی آمدم. چی؟ برای زهرا را دیدن آمدی؟ با کدام رویت زهرا را دیدنی آمدی ها؟ بی شرف. دومونو من باید روم. زود برمیگردم. انتظار شوید میلش. خدایا توبه. برای چی من در اینجا پنهان میشدم؟ برای چی؟ دومونو بیرون برای شما خطرناک است. وعده میدهم که من زود برمیگردم. شما پنهان شوید. پنهان شوید؟ چرا پنهان میشدم؟ آخه قاتل نیستم که. خدایا توبه. جناب اکرم عین حال من وظیفه دارم. تو با زهرا یگان حرف زدن نمیتوانی. دفع شو از اینجا زود. بابا جانی یک ثانیه لطفا. با من چی گپ زدن میخواستید؟ دخترم من به تو چی گفتم ها؟ این مرد با تو در یگان موضوع گپ نمیزنم. فهمیدی؟ اپای حالیت از دست این بی‌ناموس و کلت کلاس به خارج گریخته رفت. بیو پریم امیجا بیو پریم. باز با پوشیداری ما آمده با تو گپ میزنم میگوده. حالا هم در نزدم ایستاده است. حالا هم نرفته است. رو دف شو میگویم. زهرا درباره کلت کلاس گپ زدنیم. بین حالا هم کلت کلاس میگوده. حالی را از دست دادی. حاضر به زهرا چسبیدی ها؟ همین خیل
تو کپران نمیفهمی. شما این را قبید من سلاح را گرفتم میایم. بابا جان چی کار میکنید؟ سردارم وجدانی سانی همی آدم بسر سنایپرش رفت. حاضر هر دوم را میپرونه قربانی میشه. بیا بریم همینجا التماس. چی گپ است در اینجا؟ من از کی میگریزم نمیدونم. خدایا هزار بار شکرانه. یزنا خواهش میکنم روید از اینجا. نه زهرا سردارم التماس بیا اینجا بریم وجدان ایسانیم بابی اکرم یه خواهی وزنین داره آز میزنه باز که تو پیت میشه. التماس بیا اینجا بریم یکم پرابلم. زهرا کلتکیلت رو در کجا و کی دیدی؟ یزنا من کلتکیلت رو ندیدم. فکر کردم که دیدم اما خیال بوده است. حاضر باید شما روید لطفا. او هم میگه در خیال دیدم مانند شما در نظرش میبیند. کلتکیلت میبود هم مردک اگر ما هم اینجا بستیم هم میپردن ما هم میبریم هم مردک بیا بریم اینجا. خاموش گپ نزن زهرا. از من چیزی رو پنهان میکنی ها؟ پنهان میکنی ها؟ گوش کن این جنایت از میدونی؟ نه یزنا من هیچ چیز رو نمیدونم. فهمیدید؟ پنهان نمیکنی زهرا؟ تو پنهان نمیکنی؟ از تو آخرین بار میپرسم کلتکیلت رو در کجا دیدی؟ اونم مرا گوش کن. تو را میپرانم. بس هست چی گپ است؟ از کی پنهان شوم؟ غمگین شدم. از کی میگریزم؟ من از هیچ کس قرضدار نیستم. شما از من چی میخواهید؟ بیا دردی شما چی است؟ بیماریتان؟ اوهو لازمت اینجا چی کن باشد؟ پدر جان از برای خدا تو رو برس گیرید. پدر جان بابا جان خواهش میکنم آرام شد. باید برای رو منو میخواد. یکم کار کن آخی. یکم کار کن فاروق. اونال مرا گوش کن. دف شو از اینجا وگرنه فکر نکرده از پیشانت میبرانم. دف شو. گفتم سلاح بخواه. اینجا چی گپ است؟ شوخی نمیکردم. این خود دیوانه مگر؟ پران بیا پران. بابی اکرم این دیوانه رو کشتم که آره خود از پیاده. چی ایستاده ای پران؟ جناب اکرم با مأموری دولتی سلاح دراز کرده خطایی کلان کرده ایستاده. پلیس بودنت را فکر نکرده در پیشانت میپرانم. فهمیدی؟ بیرو از اینجا بیرو. ایست بابی اکرم در وقت ادای وظیفه با پلیس سلاح نشان دادن با فکر من کار خطا است. هم در این دنیا هم در آن دنیا. مرا گوش کنید. به خانه من به اجازت در آمدید. حاضر همیتان را میپرانم. اکرم من دف شوید از اینجا. مرا با کجا آوردی؟ من تماما نمیترسم. بابی اکرم طرف من تیر خالی نکه که ای پوسی سری پولیچی بچه تولک میسازم. فهمیدی فاروق؟ نه سردارم خصوصا بود که ملتیش طرف ما نکنه که از تخم گپ بزنه و کروش بزید میشه و خودت میروی دنیا که خاموش شو تا کلتکیلت رو نیابم من به هیچ کجا نمیرم. حالا هم کلتکیلت میگن. حالا هم کلتکیلت میگن. دف شو از اینجا زود. اکرم سنایپر تا خطا گرفته که در طرف اونال بگیره. چرا به اینجا آمدم ها؟ یک گوشوارش از سرش ماند. یا خدا جانم چی میشد اگر گوشوارش رو نمی آوردم؟ چی میشد؟ میموندیم اگر. گوش کن. حساب میکنم. 10 9 8 7 سردارم پدر جان یک لحظه صبر کنید. تمام. اونا خواهش میکنم از اینجا روید که پدرم یکو بالا رو بسرتون نورد باز. اکی فروخ میروم. برو. میروم به خاطر تو شده از اینجا میروم. اما پیش از رفتنم از زهرا یک سوال میپرسم. یک سوال. زهرا کلتکیلت رو در کجا دید؟ ببین حالا کلتکیلت بودن. تا چند شمرده بودم. حساب چند بود؟ حساب 7 6 5 4 3 حسن بس کنید آخی. لطفا میخواهم که بس کنید بابا. تمام بس. یزنا کلتکیلت مرد از این را قبول کنید. مرد. من نمیخواهم که ارواح او رو شما اینقدر پس زدن ناراحت کنین. میفهمید؟ بس. به شرف نبیرم را خفا کردی. دف شود نظرم. میروم اما من او را میابم. سرده مدام من را پرانم. بابی اکرم کلا زنده هست. دف شده. اکرم سرده.
амаки акрам бефоида асабӣ нашавед. аз куҷо меёбад одам мурдагӣ кунад? از کجایی که میکوبد یابد در اینجا نکوبد در کجای کوبد مالش یابد مالش پدرجان آروم شو سرده آروم شو منو شما آروم سرده شو منو میگویم سرده از بس برای خدا پدرجان رفتید بیا پیش درو پیش درو وای میوبه میگوید وای هم دیوانه شده است. تولی دم پدر نعلم. مردک بشی در ماشین مرا در پی بالا ماندی. به حق مردن نخواهی رفتم شو. من به هیچ کجا نمیروم. سردارم مردن شما را هم نمیخوام. تا شما نرید به هیچ کجا نمیروم. تمام. خدا جانم ای اوف دلم تنگ شده. خدایا توبه این چی است؟ خدایا توبه این پیانین است. در حقیقت پیانین است. اوه عزیزم اوه مرده رفتی. حالا هم تو را سر نمیدهم. طاقت کرده نمیتوانم. سردارم التماس بیا از اینجا رویم. من به هیچ کجا نمیروم پسرم. با دوها گپ بزنم. موضوع را گپ زدید شما. دامبولاز یا مرد گفت. مرد سردارم باز چی گپ بزنید با خانم را؟ چه آدم هستید شما؟ چشمانش دیگر چیز میگن دلش دیگر چیز. عاشقان همین طور میکنه سردارم. چیکار کند بیچاره دختر؟ برای باور کردن شما دل و چشمان و عشقش رو از دست داد سردارم. التماس بیا رویم. لیونتیس بچه بیا بره. ایست بگویم. بدرو در ماشین گپ نفهمید به خدا. بچه دل است بگویم. بدرو میگم از کاردان تمش کنم اونالی کیت بدرو. تمام گپ کم بشین. مستی خطر مد. تمام. به خدا پیانی همین خیلی میزمید که بخالاتگر زور میشه. با چشمای من نگاه کن. گوش کن. خودت من ماشین حیل میکنی یگان حرکتی نوجو نمیکنی. یگان حرکتی نوجو کردی برود تا متروشون. سری میگه که برود نتوری خطا نمیشه. فهمیدی؟ تمام. خدا با ما صبر. خدا را شکر که آنها میروند. مثل آن که نواخته میتوانم. کاش استاد موسیقی میشدم اما درس ما به این هیچ علاقه نداره. اوف من چرا اینجا پنهان شدم؟ من از غمگینی چیکار کردنم رو نمیدونم. من به تو چه خیلی طاقت کرده میتوانم زیاد جان. چه خیلی مردا گفتم که ماشین گاز نزد زبادید نمیشه. صد باشید تو میتیم نمیشه. این آدم مرا دیوانه میکند. این آدم. اگر این آدم باری دیگر به این خانه آید من با دستانم خودی او را میکشم. پدر جان همش تمام شد. تمام نگو به من. تمام نگو. تمام من با اونال گپ زدم او با اینجا نمیاید دیگر. بله. پدرجان آروم شوید. میلش آرام نگو به من. صدای پیانین هست. اوه سیما اوه. ای وای زهرا نباید فهمد.
میمیرم این ماشین نگاه کنی اونال. زهرا و بیناموس رو در همین جا پنهان میکند. سردارم از برای خدا کار نگیرم میگم بگدی به عقلانه میزنه. خانم زهرا او رو در همین جا پنهان میکند. خوبتر فکر کنه. او در اینجا میبود اگر بابا اکرم او رو بروقت میپران. یک فکر کنه. چی گپ هست؟ این دختر به کجا میرود؟ زیو عزیزم پدر کجایی؟ زیا؟ سردارم چه خیلی زیاد از برای خدا شما خیالی شده در درون شما جین در آمده است. بس بیق خیال ها رو میبینند نمیشنوند. زهرا دخترم با کجا رفته ایستاده؟ سردارم بیسته تا کجا میرود این کارهای بیعقلانتون رو تو کی میکنه؟ زهرا دخترم زهرا صبر کن. تو کجا میایی؟ عصبای مرا ویران نکن. از چی گپ هست؟ سنان جان تو این سلاح رو گیر و از جایت نشو. بلش او چی کار میکند؟ نموند فروخ بازی میرفته بوریسته. بیشتر تو می نباختی. چی شد؟ ننوازم ممکن نیست؟ دیده و دانسته میکنی این کارو ها؟ این پرچه موسیقی رو میدونستی که زیا می نواخت و این را تو نواخته ایستاده ای. آهنگی دوست داشتم رو می نوازم. هرگز نمی نوازی. دیگر این پرچه را نمی نوازی. برای با حسیاتم بازی کردنت هر فرصت را استفاده میبری. باز چی کار میکنی ها؟ گپ زن باز چی کار کرده میتوانی؟ چی گپ است دخترم؟ چرا جنجال میکنی؟ بابا جان پیانین می نواختم. اومد با من جنگ کرد. در این خانه حق پیانین نواختن رو هم ندارم. با تو این آهنگ را ننواز گفتم. زهرا دخترم چی گپ است؟ والله هم با من بازی میکند. زنده بودن زیا را فکر کرد و گفته با حسیاتی من بازی دارد. این پارچه را داملا در طرف خانه نواخته بود. با حسیاتی من بازی کرده ایستاد. از این قدر انسانی پست هستی. میلیس برای چی حالا هم به کاری نبیره من دخالت میکنی؟ دردی تو چیست؟ یک لحظه زهرا تو حاضر در حولی زیا گفته به اینجا ناومدی؟ بله. اونا تو نمیفهمی؟ این موسیقی رو زهرا فهمید خیالش که زیا آمده است. میلیس اکنون تمام فهمیدی؟ اکنون تمام. بابا جان من در این خانه حق پیانین نواختن رو ندارم. چرا نسبتی من بدخواهی میکنید؟ میلیس بی عقلیت را بس کن. تو میدانی که من چی را در نظر دارم؟ بس این قدرش زیاده است. یعنی پیانین هم ننوازد دختری من. ای فالو از برای خدا با پدرت یکون چی بگو. تولی چی گویم؟ میلیس دیگر موسیقی نه که موسیقی زیا را نواخته. من است میخواسته که پرچهش رو مینوازد. این چی سری کل از فروخ نمیفهمد. بکل بزنت یکان چیز بگو دمش را گیرد. یک لحظه راه کشوید. یک طریقه تو چی کار میکنی؟ ای خدا اینجا چی خبر است؟ این دختر مرا اینجا محکم کرد و رفت. خدا جانم دیوانه میشوم. چی میخواهد اینو از من؟ وای اوه خدا جانم با چی بلا گرفتار شدم. حاضر میبرایم و داد میزنم. اونالیستو گوش کن تو اینجا چرا میکوبی؟ چی گون کرده ای؟ این در چرا محکم است؟ از من میپرسی؟ سردارم بخدا پوچینو تا بیدار شد. ادکتم میبرده که یعنی نواخت. لبنت خاموش. از تو پرسد. زن فرمودم. در اینجا نیست. در کجا است؟ کی؟ و یادم در کجا است؟ کی در کجاست اونا؟ در کجا است میگویم. و آدم را از من میپرسی؟ اگر تو آدم میبودی من گلویت را میکندم. برو از اینجا رو. دخترم بیا. دخترم رفتیم از اینجا. بایستا خودت را با دست اونا برای کشنده که فقط تو شما. من بخورم فقط نواز دخترم نواختن. بیاخ چرا تگی کت رو میبینی؟ آیا آدم کلام در اینجا میگوجد؟
سردارم کلت در همه سراخی میاد رویا. بشین وقتم بگیرم. دومولو لبای دومولو در آنجا چی میکوبید؟ هیچ. در پایان دیلم تنگ شد. گفتم بالا را بینم چه خیل است. جایی بد نبود از چه میتابم من؟ بار دیگر تو را اینجا بینم نمیبخشم. جنابی اکرم، تا زمانی که کلت کیلت زنده است مرا در اینجا بسیار میبینید. فهمیدم این نوبت نمیبخشم. این رو با گپگیر من سیلا را گرفته بیارم. پدر جون با هم برو. بابا جان با کجا شما چیکار میکنید؟ سردارم پیشونیستانی با سر سنایپر رفته. سوز میرای دوفر بیام میپرونم. تمام یکو پرابلم میشوه بعد. اونال از برای خدا از اینجا پیرو. وضعیت جدی است. چی قدر یک رایو میکنی تو ها؟ بفهمم اگر بفهمم، اما شما هم یک چیز را بدونید. زهرا از من چیزی را پنهان میکند. من این را انیق میدونم. سردارم بابی اکرم بسر سلاحش را بیا بریم که طاقتم تاق شد. نمیده کنه. سردارم بیا بریم. بخدا که سیلین نگرفته میمونم. بیا بریم. شما چگونه در دیوار راست ایستاده بودید؟ چیکار کنم خانم میلیس؟ مردم یک باره به حجا در آمدن. از ترس جانم خودم را به بالا پرتافتم. من هم نفهمیدم. یکی نگاه کنم در بالا ایستادم. شما رنجیدم. مرا در اینجا تنها گذاشته رفتید خودتان. با چیکار میکردن دومولو؟ یزنا هم با بابایم از پس شما بودن اینجا میومدن. چی که پس این آدم ها برای چی مرا میکوبند؟ از برای خدا اینها کیستن؟ یعنی چی خیل اینها کیستن؟ دومولو این خیل نکنید. چی کردم؟ ای دومولو حاضر وقتی شوخی نیست. حاضر من ذوق شوخی ندارم خانم میلیس. از برای خدا آخر آنها کیستن؟ برای چی مرا میکوبند؟ ما چرا به اینجا آمدیم؟ دومولو شما در همینجا زندگی میکردید. کی؟ شما 1 سال در همینجا بودید. چی علاقه دارد میلیس خانم؟ من خانه دارم. برای چی در اینجا زندگی کنم؟ شما هم آمده دیدید خانه زیبا دارم. دومولو شما اینجا زندگی کردنتون را در یاد ندارید؟ چرا اینجا زندگی کنم؟ یا اینکه این دختر حالت خاطرم را میداند و از این استفاده میبره. خوبو مقصدش چی است؟ دومولو زیاد چی مقصد دارد نمیفهمم. خانم میلیس گوش کنید. در حقیقت من زیغ شدم. از آن آدم ها گریزانده اینجا پنهانم کرده. طاقتم تاق شد. خدایا توبه. این آدم ها چه باز پشت من هستند؟ بس کند. نزدشان رفتم میگویم که چی هست تفکیر شما؟ بس هست خدایا توبه. بس چی میخواهید از من؟ این دیوانه های به این انیک همش رو میگوید. با من چی شده؟ من زدم دومولو. آخه خانم میلیس همه کارو شما کردید. باز برای چی مرا میزنید؟ اما دومولو شما رو دستگیر میکردن و باز سرتون به بلا گرفتار میشد. ای دومولو یزنه اونالم دستگیر میکرد شما رو. شما را هم یزنه اتون را هم اما دومولو شما دیده و دانسته چرا به بیرون بر اومده داخل؟ چین زند مرا چرا به اینجا آمدم؟ برای چی این گوشوار را دادنی آمدم؟ کاش که نمی آمدم. ای دومولو تشکر زیاد به شما. ازگم نه دیگر اصلا نمی آیم. با بابای دیوانه یزنت و باز کسی که نباشد سلامی مرا رسان گوی که از این پس دنبالی من نگردن. دیگر به اینجا نمی آیم. وای در اینجا زندگی کردنش را این کار کرد. گویا که از نو بابایم را هم نمیشناسد. چرا حیله میکند؟ تو را چه فراموش کنم زیا؟ نمیدانم چه غیر. با نبود
ماندن طاقت کرده نمیتوانم. اما نیستی در قید حیات نیستی. از دردم سبک نمیشدم. برای یک گوشوار شده خودش را زیر خطر گذاشت. خدایا توبه، چرا این کارو کرد؟ سرم رو با چی زده؟ احمد جان چی شد به سرت؟ ای وای، بعد از بیماری به سرتان یگان چی نشده باشد؟ نه میجوان خانم، از برای خدا به سر من چی میشود؟ هیچ چیز نشده است. پس چی شد؟ دیشب در خانه سرم رو به کرسی زدم. هنگامی خواب رفتن سرم رو به کرسی زدم. برای همین به فکرم درد میکنه. اصلا من از شما یک چیز پرسیدنی. مرحمت پرس احمد جان، تنها از من بپرس. من پیانینه می نواختم. پیانینه؟ ها. او چیست؟ اسبابی موسیقی پیانینه. چی علاقه دارد جانم؟ این رو به تو کی گفت؟ هیچ کس نگفت. من پیانینه نواختم میتوانم یا نه؟ همین رو فهمیدن میخواستم. یا خدای احمد جان، تو نه نواخته نمیتوانی پیانینه می نوازی؟ خدایا یعنی نواخته نمیتوانم. به همتون سلام. سلام استاد. میگم اگه یک دقیقه وقتتون بگیرم. اما میدونم که شما از دانشجویان پول میگیرید، هم خیلی اینقدر به مهر نشوید. کم کم ما را هم خبر گیرید تا آخر هفته نقشه های کاریتان رو گرفته نزد من بیارید. خوب شده است استاد. با درون نقشه های کاریتان سخت دقت دهید. نازمانه. رحمت. دیرکتر چی میگوید؟ ای اینها رو هم به یاد نداری؟ هیچ. احمد جان، تو خواطر نشو. شما نزدیک تو میآیم. یک جای تیار میکنیم. یک جای. اوفه چیکار میکنیم؟ فیلسوف میشنیم بگونه جان. معلمه میجگان تو رو به تخته سینک خیزاند در آنجا شوخی کن. بعد میخندم چون که هیچ خنداور نیست. عجایب ها؟ از وقتی که به استاد احمد عاشق شد عقلش رو گم کرده است. آخه در اول سال کی امتحان میگیرد؟ من از کجا دونم؟ شناس نشده من سینن. دعوت سبحان. از روی عادت تو هم باید سلام میگفتی اما هیچ گپ نه. سلام شمانه. دوگانه جان از تو زودتر به حرکت در اومد. یعنی یک هفته نگذشته از سکون رو وای. نه جانم قربون من نکن. ولی همین طور است. جنید من حاضر به یکدیگر دارم و خدا هیچ. تو سفسطگوی رو بس کن و یکدیگر موافقن. برادر اونها با یکدیگر موافقن؟ این دختر زیبا رو به این بزیر نمیدهند. نگاه کن گل بر این دختر است. جنید برادر خودت پدست که سبحان یا چی میخوانی ها؟ خان خوشت رو با یه چیز نگیر پریشان میشوی. یعنی خدا نکنه در صنفت نمونی. سبحان مانندی تو با پولی پدرش نمیخواند جونید. فهمیدی؟
این مسئله با من گذاریدین رو من یک تاوش دیم زور میشه. بخشش خانم ملیکه عجب با پول تحصیل شما رو که میداده باشد ببید تا پدرت میدید روز گفتم پدرم در جایش ای چی بیوتا گپ میزنی؟ عشقم احمد البته که یک جای تیار میکنیم. نمیشه. با غیر از این که عشقم حاضرگون کردنی خاطرت رو میفهمند برای همین دو کسک باید تیار کنیم هیچ زحمت نمیشود. سلام دوستانم. اوه استاد خوش آمده. باشه. تعطیل چه خیلی گذشت؟ بسیار زور است. شما چه خیلی گذشت؟ عالی استاد. گذارید. معلم چه خیلی؟ شما چه خیلی هستید؟ بسیار خوب. تشکر زیاد. استاد احمد؟ استاد شما چه خیلی هستید؟ خوبه؟ خوبم جناب. شما چه خیلی؟ جناب گفته؟ ها؟ استاد. سلام جناب شیرالی. علیکم سلام. چه خیلی؟ تشکر. تعطیل چه خیلی؟ احمد جناب شیرالی استادی ادبیات میپوشن. دوستی نزدیکی تو است. رفیقت یعنی. پایده برات دیخم. درس من درسی 12 درس دارم. درس نمیروی؟ این ساعت خالی است. ای من تمامی ساعتهای خالی تو را با خیالی خودت پر میکنم استاد احمد. به جاندار خدا با خانه من می آمده است. برادر هیچ تیار نیستم. چه خیلی به امتحان میدارایم؟ من هم تیار نیستم برادر. کار کرده از این امتحان خلاص شدم بخور. چیکار کرده میتوانیم؟ هر کاری نکنیم این زن از ما امتحان رو میگیرد. باور نمیکنیم. یک دقیقه. امروز جمعه نیست؟ جمعه است. یافتم. چی؟ یافتم بچه ها. چی شد؟ پسرم شما اینجا چی کار میکنید؟ با درس روید؟ زود به صنفخانه با امتحان درآیید. معلم افسوس که ما امروز در امتحان اشتراک کردن نمیتوانیم. خدایا توبه. سببش چیست؟ سببش این است که هفته گذشته استاد احمد با ما درباره فضیلت‌های نماز جمعه بسیار گپ‌های خوب نقل کرد. ما را آنقدر تحصیل کرد که یعنی با استاد احمد وعده دادیم که امروز ما به نماز جمعه میرویم با اجازه شما. با استاد احمد وعده دادیم؟ راست میگی؟ بله معلم ما استاد احمد رو بسیار دوست می‌داریم و شما اگر ما رو در این مسئله دستگیری کنید استاد احمد شما رو هم دوست می‌دارد. بله راست استاد احمد رو شوق گردونیم. بله معلم. یعنی خرسند کنیم. بله معلم. آفرین بچه ها. روید خونید نماز جمعه رو. شما رو بهای پنج میگذارن. معلم بها لازم نبود. تشکر زیاد. خواست دل ما رو گفته. صدای رحمت رو نمیشنویم برادران اما هیچ چیز لازم نیست. چه جایی صدای برادران؟ از امتحان و از درس خلاص شدیم. بیاید رفتیم. خدایا توبه. از خانه میزبان اینها امتحان نداشتن مگر؟ با کجا رفتن؟ خانه میزبان استاد احمد بخیر است؟ نقشه کاریم رو فراموش کردم. گیرم و صنف میدرایم. درس شما امتحان نبود؟ امتحان است؟ بله امتحان میگیرم. بچه ها با کجا رفتن؟ استاد احمد با بچه ها بسیار تاثیر رسانیده. با نماز جمعه رفتن. شوکت نباشه. چقدر پول داد؟ 400,000. اوه اوی زده؟ چه کار میکنی 400,000 را؟
اکا من 300,000 هم باشه میشه اکا جان. میگم کمتر چخورتر بکنیم امجاره. این قدر پول رو چیکار میکنی؟ حمام میسازی مگر؟ یک جای طهارت خانه میسازی و خلاص. گوش کن اکا کنال. حضرت در خواب دیدم گفت که طهارت خانه را 2 اتاجه بسازیم ثوابش بسیارتر میشود. قبول کن که با شوق خوش میبینید. راست میگویی. برای رحمتی همه چیز حلال است. پول شده. اکای کنعان جان پروردگار خیر تا به درگاهش قبول کنه، رحمت کنه گذشته‌ات، هدایت کنه زنده‌ات، کاری طهارت خانه حل. بانو کی است؟ بانو هیچ کس که گفتم همون طهارت خانه را وقتی ساختیم نامش بانو گذاریم. مرحبا به طهارت خانه بانو. یعنی همین بانو را مردم میبینه حواس طهارت کنیش میگویه، راست طهارت کنی میدرویه. این رفته طهارت خانه رو بساز. مرایجا هفته دیگه طهارت کنی بین. شرف پسرم، این خوشحالا رو تعقیب کن که با این پول کیوار بازی نکند که پولها رو در بزنم. مالش $300,000 تازه. شوکه 100,000ش ای شیر مادرت حلال. برکت عشق عاشقی رو ببین. ای خدا جون در نامت بمرمه. هم صاحب قهوه خانم کردی، هم 100,000 فایده. سمروسه کشی تمام. راهبر شدی راهبر. مسی گل! فکر دیدی؟ نه خیلی گل بزنم. اینجاست توی بایرام است. تو بچه گلزنیش کار نمید. نفسر دیکن. چرا شما بارسلونا رو گرفته؟ بیان رو با ما ده. ما گیره قدر شما بچه گیره کرده. بینیم با بارسلونا نش کنید. ما چه باور کرد گروه را؟ راست. از دیگران امتحان گرفته ایستاده است. گوش کن چی میگویم. این معلمه میجران است که نام استاد احمد رو فهمیده چه خیلی از یاش پرید، چه خیلی ما رو دوست داد. رایزن بسیار دوست می‌دارد استاد احمد رو. بله دادارم شوخی میکنی تو. لیلی و مجنون، احمد و مجنون. عشق تو بچه ها خواهد رسید. دیگر کار نداری مانندی گل من بزنی تو. توب را همین تاب میزنن مگر؟ چیکار شد؟ دیوانه ها جمعه رو در همینجا میخونه؟ نه سود مگر میشود این خیلی یعنی حالا وقت هست برای همین ما گفتیم اینجا بازی کنیم خانم. وقتتون که بسیار باشد آهسته آهسته رفتیم. استاد بازی رو تمام کنیم. رفتیم گفتم رفتیم. حاضر تمام را نشان میدیم باشه. عجب نماز. یک دقیقه دخترم. میلیس و زورا در کجا هستن؟ جیغ زدم ولی اومدن نخواستن جناب. چرا آمدن نمیخوام؟ زود آنها را سر میز دعوت کن. زود. خوب شد از جناب. الو اکا شوکت به مکتب اومد و فکرم سمبوسه آورد. چیکار کنم اکا؟ تعقیب رو دوام بده. مایل شده. آی شوکت جینی
از پشت چی هستی نمیدانم، اما این مرتبه یک خطای دیگر کنی از تولد شدگیت پشیمانت میکنم. اشتهایتون. تشکر. خانم چها سری میز نآمدنتون هم به ما هم به دسترخوان ناحرمتی کردن است. بابا جان، من سری یک میزی که او میشیند نمیشینم، حتی در یک خانه با او زندگی کردن نمیخواهم. خدایا توبه، مثل که من بسیار میخواهم. من گپ‌های گفتم را فراموش کردم. زهرا، تو چی خیل در پیش همه مرا بیچاره میگویی؟ چی خیل مرا هیچ کس دوست نمیدارد؟ تو باشی با حسیات من بازی کردی، فهمیدی؟ با من دروغ گفتی که زیاد زنده است. بله دروغ گفتم، چون که به این سزاواری اینقدر خود پیسم و به انصاف هستی که همه در اطرافت دور میزنند. این را بدان خانم چه. لیلیس باز اعتراف میکنی ها؟ یک بار دیگر با زورا درباره کلتکیلاسی پدر رانت گپ میزنی تو را از این خانه پیش میکنم. بس از جنابی اکرم، روی راست طرفداری کرده ایستاده. یعنی بابا جانی زهرا که باشه بابا جانی ملیس هم هسته. این رو به نظر گیر. چی میگویی؟ بله خانم تولی، بابای ملیس هستم، بابای زهرا هم هستم. اما غیر از این برای زهرا هم پدر و هم مادرش هستم. اکلا درآمد یا نه؟ خوشرو بخونه دختر خوشرو. سلام علیکم. سلام علیکم. حیوان نخود قهوه خانه ما را همه بسوی پرتوی برای نمک همه قهوه خانه بزنتی. این ساموسای ما را 700 میفروخته. ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है कहो ना या कहवा लुत्फा कहो ना प्यार है कहो ना گفتم که ها कहो ना اوه خدا جون با من صبرت کن. نه من قهوه نمیخوام. رحمت ما نه. तुम है चाहत से संसार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना من در کجایم؟ در قهوه خونه هستی. اینجا چی کار میکنم؟ با اینجا را میخرم گفتی میبینم آماده است. ها نو یادم اومد. فلگیرو خوش آمدی. از کجا اینقدر پول را پیدا کردی؟ بانک را دزدیدی؟ کارت چی؟ در روسیه میگویند که انگور خود یک شب باغبانمون. کارت چی؟ پول تا بگی بره. خوب بخیر باشد. یگان سوال دیگر هست؟ هست. با درباره معلمه بانو با من کمتر نقل میکنی؟ بانو؟ بله. گفتی یگان سوال داری؟ سوال میدیم جواب نمیدی. برای من درباره معلمه بانو نقل کن. سوال انیق است. مثلا بگوی که باز امروز تا شب غذاخوری میآید. باید در یک روز یک بار به اینجا میآید. همیشه این خیلی مکتب است. خدا توبه. اگر من دیرکتور این مکتب می بودم هر روز 24 ساعت درسی میدادم با او. گوش کن برادر، مادام که معلم بانو اینجا نیست و من اینجا لازم نیست، من پگاه آمده اینجا رو میخرم برادر. نفهمیدم. کجاش نفهمیدی؟ پگاه میایم میگیرم. امروز کار کن میلش. حالی رفته کمتر افتا اندام و سر و لباسم را درست کنم. یک ماشین فساد معلمه بانو رو گرفته، توی کرده، کودک شده، شوکت پدر می شود. برادر امروز در قهوه خانه ما کار کن میلش. بلا رئیسو که ما آدم باورناک نیست. میلش. میلیس تو چیکار کردنی هستی ها؟
یعنی تو رو از اینجا که رونن ما رو هم از اینجا میرونن. بس مادر بس، هممون یک جای رویم. تو بکی طاقت میکنیم این خیل پس دادن رو. میلیز اصلا با عقل شم، تو قهر نکن، عقلت رو کار فرما. یعنی بعد از مردنش میخوای بابای تمامی میراثش رو به زهرا دهد؟ با دستان خودت تقدیم میکنی ها؟ عموما پروا ندارم، من میدونم چیکار کنم زهرا رو. دخترم به عقلی نکن. تو چی ها میگویی؟ تو چی کار کردنی؟ میلیز گفته بابایت رو نشنیدی دخترم؟ میلیز در سر تو چی فکر طور میخوره؟ زود بگو چی هست؟ بین هیچ گوش نمیکنه. اوف خودت بیزار شدم. من هم بیزار شدم، دیوانه کرد مرا. محترم جماعت، موضوع امروزه انتخاب کرده ما عذاب قبر است. قبر برای بعضی بنده ها باغچه های از جنت است، برای بعضی بنده ها چقوری جهنم است. دانسته باشید که بهشت دوزخ ابدی است، پس در همین دنیا راه خود را انتخاب نمایید، چون که بعد از مردن راه بازگشت نیست. در کجا تربیت گرفتی؟ عیب رو نمیدونی و این سن و سال رسیده اید حالا هم طهارت کردن رو ناموخته اید؟ آموخته ایم استاد. هفته گذشته شما نشان دادید، در یادتان نیست؟ نشان دادم و چرا شما مرا نگاه کرده طهارت میکنید؟ استاد بسیاری بعد طهارت میکنه فراموش کرده. استاد بعد از روی روشتن کجا رو میشوید؟ تمام من چی کاری که کنم شما تکرار کنید. خیلی است طهارت کردن رو فراموش نکردم. محترم جماعت، وقتهای آخر شبها در کوچه ها ماشین های بی صاحب و بی راننده و زامبی ها میگردند. اینها علامت های روز قیامت میباشند. قیامت نزدیک آمده است. او این چی سبسته میگوید؟ نفهمیدم. خب گوش کن چی میگه؟ ماشین بی راننده گفت یا من خطا فهمیدم؟ نه اماکی خلیل، او همین خیلی. گوش کنید، شب گذشته در کوچه یک ماشین بی راننده مرا تعقیب کرد آمد. من میروم او میآید، من میروم باز او میآید. بعد او دامولای بی ناموس ساختکار دیوانه زامبی شده به نزد من آمد. او را دیدم. نه استادم زامبی نشده است، زنده است. جماعت این دامولا چی میگوید نمیفهمد. استادم زنده است. هیچ مرد، دامولای ساخته مرد. اما که خلیل او دیوانه شده است. احتمالاً وی دامولای دیوانه صاحبی ماشین بیراننده است، یا اینکه ماشین هم زامبی می شود. این هم ماشینی کهنه فرسوده بود. محترم جماعت، ما برای از این ماشین های بی صاحب و زامبی ها خلاص شدن و آنها را دفن کردن البته که دعاهای گوناگون است. من امروز این دعاها را به شما می آموزم. نیاکه من دیگر از پس این نماز نمیخوانم. مربوط به آخران است. این آدم در حقیقت دیوانه است آقای خلیل. در حقیقت احوالش خوب نیست. با مفتیات خبر دهیم؟ بله، او را به دیوانه خانه میبرم. خبر میدهیم. بیچاره. این دعاها را اگر خوانید زامبی ها و ماشین های بی صاحب به شما نزدیک نمی شوند و مثل من زامبی آمده است.
اینجا آمده است. زومبی به اینجا آمده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دفع شود اینجا. دفع شود اینجا. یاری این دیوانه چی ها بگویده؟ زومبی میگوید. دیوانه شد. این دیوانه هات است آخه در خانه خدا زومبی چی کار میکند؟ من چیزی نیست اینجا چی شد؟ من میگوید از کجا این آدم رو میشناسم؟ در شود اینجا نزدیک نشم. بله روزی گذشته ای وای این ایمان رو ما با ماشین زده بودیم. معلوم که حالا هم شریک های سر جا بجا نشده. بیاری تعجیلی حضور باهوش میگوید آب بیاره دیگان آب بیاره. استاد در اینجا زومبی هست؟ استاد در مسجدی که زومبی باشد من نماز نمیخونم. چه زومبی؟ برادر بروی شفا بیزن. اگر شما برو میزنید دست شما مبارک است. مزدنم وزنینش میگردد احمق. خوب هستی دوملو به خود بیاری. دوملو بخیر ترسانی من بخدا. به من چی شد؟ هیچ چیز نه خیز. زومبی کجا شد؟ زومبی رفت؟ دوملو زومبی رو پیش کردیم. حاضر با جهنم بردتر آوردیم. دوملو آرام باشید. خواهدید نشوید. ما با شما هستیم. تمام مسجد دیگر میرویم. وقتمون بسیار است. زود برای دست اینجا رفتیم. برآمد. باز خوبه. دوملو این پردیم میدیم نبدیست. راه کردیم. توفیه خر ولی کلان شده. نماز رو در همین جا میخوندیم چی میشد؟ زامبی هست گفته بهانه کردید استاد رویم گفتید. عیب را نمیدونید ها؟ از قد و بستتون شرم نمیکنید. ای تو این اما استاد امام در حقیقت مثل که زامبی رو دیده بود. سنم سال 2018 چه زامبی ها؟ زامبی هست مگر؟ پیش درایت میرویم در دیگر مسجد میخونیم نماز رو رفتیم. استاد نماز جمعه رو پگاه خونه؟ یو امروز جمعه است. همین روز میخونن پگاه چیست؟ جمعه را پگاه میخونن. سرم از درس گریختید نماز جمعه میرویم گفتم. حاضر از نماز جمعه میگریزید. همتون پیش درایت میرویم رفتیم. نماز جمعه را یا میخونیم یا میخونیم. میلیس این کارو چیکار کرد؟ خود هم عقلم نمیگیرد. چرا کرد میدونی سلین جان؟ از حساب رشک زیاد است. یگان کس را یابم و عشق ورزی کنم بیند تلخش کفت. اینش را هم نگاه میکند. مردی همه طرفه باشد او را اهمیت ندهد. اینجا بیا واقعا بیا پول چند پولی شدم. یک دقیقه بخوام با چند دقیقه بخوام این بند چپ بانده یادم بودی؟ خوش شده؟ زور شده که سیلین جانی ما این سورپریز بینه دهنش میکنه بخونه. گوشه پیش ویده که این از دهانی تو اصل میریزد. میدونی سیلین انوایش کرته سخ دارد کو زیپوتن دختری شد. میدونی چی؟ روز گرد میشود یرگه بسیار نه تمام در اشته فقط چلق قیمت هست. جون معاشم رو دادم یگان کمونی نشود دو درم قیمت باز ما این پنسومه را گیرو کار حل کن فهمو؟ خواتیر نشود که من رو حفظ میکنم. تمام یگان خطوگی نکنی سر تابه تو شد فهمو؟ ینگه تشریه برم؟ چه بوده است؟ این چه خیلی گپه زهرا جان جانی من روزهای اخیر بسیار غصه خورده عذاب کشیدیم. من میگویم که شب برآمده وقت خوشی کنیم مانند روزهای گذشته. بیا زهرا جان مرا نرنجان. میلش اما پگاه شب برای میلش امروز هیچ گویش ندارم جانم. تمام جانم چه خیلی که میخوری؟ نباشد من روم حاضر لیوین تد میآید. جانم چیزی مخفی نیست تو هم ایستو؟ بیل هم پگاه شب میبینیم و شما براحت گپ زنید خب؟ میلش جانم خودت میدونی. خب جانم بای پریچوز کم چی خیلی ها؟ اچ که برسته همه اشارت کردم در آب بیو فهمو؟ سیموز ایتیوت کده بیو میلش فهمو منو سخ زدیسته رفتم. خوش آمدی لیوین. خوش باشید. زهرا حاضی رفت. لیوین ده فرق نداره.
سلجان خیلی شد که دیدار مبارک تنه دیدم. دیدار دیدم خیلی شد شدم. نگفتن اما که کرتای سرخ در تنه بسیار زیبیده است. یعنی تشکر لوین تو زهرا با ما چی ضرر داشت من نفهمیدم. لوین جان زهرا با زیر وقتای وزنی گذرونده ایستاده است و من برای او غمگین میشم. من همیشه برای خانم زهرا غمگینم. سلام علیکم. پفک میخوای؟ نه جانم چیکار میکنیم پفک رو مگر ما کودک هستیم؟ مگر این خیلی میشود خانم سلین؟ خدا همان سوخ رو برادر سوخ رو با من ده سوخ با کرتای سخت کنده میزیبه. لوین جان سفسطه گپ نزن با پفک میگردم اگر. سلیم برای چی اینطور میگویی؟ برادر سوداگر بنا زیمه اومده است. نمیگیریم؟ تمام من میگیرم. بیا برادرم پفک سرخ شبته. لوین پفک نمیخوام خدای توبه. پس مرا بگو هیچ برا تیز. خیر برای کار. لوین من با تو گفتم که نمیخوام. مقابل این پفک قدر مبارزه نپسله. این قدر پفک زیباست. هم ما رو به عالم کودکی میبره. لوین جون من پفک نمیخوام تشکر به تو. اما این پفک برای من خیلی ارزش کلان داره. بخشیشو اما چه ارزشی کلان دارد؟ سلین جانی من حاضر این پفک ما را با یگان شکل روبروی زندگی میکند. تمام خصلت های خوب با این پفک زیبا هم برای بس اکنون لوین پفک نیست تمام بس اکنون خلاص شدی. چطور کردی سلین این پفک دو آیله که بود پفک قیمت بود پفک لوین اینجا بیا چی سفتا بگوید بیتول جان چی بود؟ سلام خوب هستم تو چی خیلی؟ بسیار انتظارت نکردیم؟ نه من هم نآمدم. تو چی خیلی سینان جان؟ خوب هستم. با مکتب عادت کرده توریستی؟ کمه. البته. این خواهرک من بسیار زیرک است. همیشه با بهای اعلا میخوانم. خدا خواهد مثل ینگه بیتولش دکتر میشود. نه. یعنی من بسیارتر به اقتصادیات مایل دارم. هیچ کم نه. شما آشنا شوید. من در همین حجت خانه کار دارم. با کم چند سال شد که شناس هسته؟ ما قریب 2 سال می شود. 2 سال؟ حیرانم. برای چی خیلی میگویی؟ یعنی اکم هیچ اینقدر مدت دراز با کسی گپ نمیزد. برای همین با شما خیلی گپ زده است. ممکن شما رو از دیگرانش زیادتر دوست داشته است. انا آمدیم. بله. بیایی. بیا جانم با داخل درایم تمام کنیم این کار رو تمام کنیم که به خدا من هیجان زده شدم. روز بخیر خاله جان. روز بخیر. اینها کدام کار رو تمام میکنن؟ هیچ عقلم نمیگیرد هیچ. این استاد چخیل این لفظ رو نفهمیدم. تشکر. اکای شما رو نامش دومولوزیو بود؟ بله. برای چی پرسیدین؟ از روزی که به استانبول آمدم همه درباره او گپ میزنن. برای همین تو دیشب اپای زورو زیو گفته دوزده به حوالی برآمد. بعدتر اونا گفتنی پلیس اومد. وای هم کلتکیلت گفتنی کس رو میکفت. نه یعنی اکای شما مرده است. تا حال او را میکوبند. من بسیار خواطر شدم. اکاتون چه خیلی بود. از من نرنجه. دردتون رو زیاد کردن نمیخواستم. نه جانم با تو علاقه ندارم. من اکم رو دریافتم. از دست دادم. از زورو خانم هیچ فرقی ندارم. نه کمتر از اون من هم عذاب میکشم سینا. انا اومدم. ببخشید یک پیوله بیارید به اینجا. بخشیش در همینجا بوده هسته.
چی گپ شده؟ همه تینجی است؟ نه ما همینطور درد دل میکرد. نه سنن نه مانند شما یک تا نابود گرفتن در کار. ببینید زود کار میکنن. تکمه آن را که زیر میکنید 2 ساعت پس فرمان را اجرا میکنید. اما صرف نکنید احمد. معلوم است که پول جمع کردنمون لازم. روی تختی سفید میبل ها. بله. تو فهمیدین را؟ نقشه سالن را باید تمام کنید. بله جانم. بله بی نقشه نمیشود. نقشه کردن لازم. بی نقشه توی میشود مگر؟ تو چی ها میگویی؟ من حاضر آیدی نقشه سالانه مکتب گفته ایستادم. نقشه درسی را میگفتی مگر؟ نه تو و من. ای چه خیلی به سری دومولو زدم. بسیار شرمندگی شد. تلفنش را هم ندارم. از همه خوبش رفته بخشش پرسیدن است. هم برای گوشوار تشکر گفتن لازم. برای این دومولو به طرف ما اومد. جنتلمنی حقیقی. این اراده انسان و بعد از تقدیر. اراده انسان و بعد از تقدیر. حیات آخرت و آزادی. و آزادی انسان. آزادی. باره دیگر. آزادی هم تو وقتی معین احمد جان. حاضر من از اول میفهمونم. نفهمیدم. نفهمیدی؟ یعنی آزادی. یعنی اگر حاضر ما خانه‌دار شویم. نه من آزاد هستم. هر کس در حیات خود آزادانه زندگی کند. با دوستانم ذوق مسابقه با قهوه نوشی رفتن، سیر و گشت کردن. این چه علاقه دارد؟ یعنی آزادی و من جوابگری گفتنی بودم. تمام آخر جوابگری گفتی؟ با فکر من هم با یک نکته خوب آمدی. بله هر دویمون جوابهای همدیگر رو باید خوب دونه. فایده همین است. دیگرش حیات آخرت و زندگی ما. پیش از حیات آخرت باید نفقه همون رو فکر کنیم. نفهمیدم. نفقه همون؟ چی؟ نفهمیدم. میگویم که پیش از مردنمون پیران سالی همون رو خوب گذارونیم. اول نفقه همون رو توری کنیم. انا این خیلی گذارونیم. یعنی پیر میشویم. یعنی میگذارونیم پیر همون رو. راستی نمیفهمم. شما چی ها میگوید خانم میشبا؟ ای آشنا ما از نقشه سالانه گفتیم این زن از خانه‌داری در آمد و از نفقه برآمد. کنیسپکت از چی است؟ نقشه پخشه سالانه است. اول اینها را تمام کنیم میگویم آخر. ای وای من نکنید احمد جون. من هستم کو یاردم میدیم به تو.